یک خبر احساسی برای شما دوستان عزیز از تاروت بپرسیم ببینیم این پیغامی که میخواد به شما بده چی هست برای رابطه احساسی شما. نیت کنید با من همسو هم فرکانس بشید ببینیم تاروت چه پیغامی برای شما دوستان عزیز داره. اگه شک و دودلی توی رابطتون هست، احساس میکنید که نفر سومی توی این رابطه هست، باید بهتون بگم کیس احساسی شما اصلا میل خاصی نسبت به کسی دیگه ای نداره و فقط به شما فکر میکنه و اگر ارتباطی با کسی داره به هیچ دلیلی نیست و احساس خاصی در اون ارتباط وجود نداره. پس بهتره شما ذهنتون رو بازتر بکنید و به مسائلی که مربوط به احساسات هست بیشتر توجه بکنید و میتونید از کیس احساسیتون بپرسید و پرسجو کنید درباره این که ببینید آیا واقعا احساسی که شما دارید درسته. مطمئن باشید که جواب نه رو به شما میده، چون اون اصلا به کسی هیچ احساسی نداره. کیس احساسی شما اگر هم کاری میکنه شما رو ناراحت میکنه به شدت پشیمان میشه و سعی میکنه که یه جوری از دل شما در بیاره، ولی انگار که زیاد بلد نیست از چه راهی وارد بشه. به سازش رسیدن برای شما دوستان عزیز هست و اینکه تا 10 وعده آینده دیگه احتمالاً در بهمن ماه این اتفاق برای شما بیفته که این رابطه به سمت تعهد بیشتر، گرمی بیشتر و اینکه بخواید یک تصمیماتی برای این رابطه بگیرید که این رابطه رو بخواید به شاید به یک جاهای قشنگتر و بهتر برسونید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آرامش هم همراه شما.